عروس خانم زیبایی که مهمون اتاق پوست ما بودن، یکی از مشکلاتشون پوسته‌های دور دهانشون بود. چون خیلی از مراجعه کننده ها همچین مشکلی دارن، میخوام محصولی رو بهتون معرفی کنم که اگر شما هم درگیر این مشکل هستین، از اون محصول تهیه کنین و استفاده کنین. اگه پوست خشکی دارین، میتونین این کرم رو برای کل صورت استفاده بکنین. اما اگر پوست مستعد به جوش دارین، کمی با احتیاط استفاده کنین و فقط روی پوسته ها این کرم رو بزنین. و همچنین اگر تیرگی های خفیف دور دهان دارین و دلیلش خشکی و کم آبی هستش، باز هم میتونید این کرم رو توی روتین روزانه‌تون بگنجونید و البته این رو در نظر داشته باشین که برای رفع تیرگی ها و لک ها استفاده از ضد آفتاب جزو ضروریات هستش و همچنین دوری از آفتاب. حالا محصولی که میخوام معرفی بکنم چیه؟ کرم اوره هستش، کرم اوره 5% که خیلی از برندهای این محصول رو تولید کردن. شما میتونید از توی داروخونه تهیه بکنید و از اون استفاده بکنید. امیدوارم که مشکلتون رو حل بکنه.